سیومین وسیله برای جمع کردن علم این علو الهمه، عالی همتی بلند لازم است برای جمع کردن علم که این همت در عبدالله ابن عباس همچون مثال نگاه کردن و آموختن از عبدالله ابن عباس ممکنه. وقتی که 10 ساله بودند پیامبر صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشتند و نزد یکی از نزدیکانشان رفتند و گفتند که پیامبر صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشتند، بیا با هم از صحابه های پیامبر صلی الله علیه و سلم علم پیامبر صلی الله علیه و سلم را آموزیم تا اینکه یک روز یک جای فارغی این امت اسلام را پر کنیم. گفت که و متى یحتاج الینا، کی به ما مردم حاجت پیدا میکنند، دعنا نلعب، ما بازی کنیم. گفتن بعد عبدالله ابن عباس به سوی علم روی آوردند. دیر نگذشته در مدت کم علم زیاد جمع کردند. ببینید ابوبکر رضی الله عنه 2 سال خلیفگی کردند، بعد وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشته بعد 2 سال. بعد حضرت عمر رضی الله عنه خلیفه مسلمان ها شدند. در زمان حضرت عمر رضی الله عنه عبدالله ابن عباس عضو مجلس شورای علمای امت اسلامی بودند. حضرت عمر در نزد کبار بدری ها عبدالله ابن عباس را در مجلس ها اجازت میداد در آمده می نشستند. مردمی که به جنگ بدر اشتراک کردگی هستند، آنهایی که اعضای مجلس شورا بودند، عبدالله ابن عباس برابری نبیره های آنها بود. در مجلس آنها می نشستند، می گفتند که فتل کهول، یعنی جوان پیر و ترجمان القرآن می گفتند. بنابراین یکی از شعرا می گفت که بلغت لعشر مدد من سینی کما یبلغ السید الاشیب فهمک فیها جسام الامور و هم لذاتک ان یلعب. یعنی به همت عالی عبدالله ابن عباس ثنا میگوید که همسین و سالای تو در فکری بازی بود و فکر و خیال تو در کارهای بزرگ بود میگن. و حسان ابن ثابت شاعری جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن که اذا ابن عباس بدا لك وجهه، اگر تو عبدالله ابن عباس روبرو شوی، رأیت له فی کل محمدة فضلا، در هر یک جایی که تعریف کرده میشه در همونجا در عبدالله ابن عباس فضل را میدیدی. اذا قال لم يترك مقالا لقائل، اگر عبدالله ابن عباس گپ زند بعد خودش دیگر سخن کننده و گپ نمیماند. اگر به عبدالله ابن عباس سخن داده شود، حاجتی بعد عبدالله ابن عباس دیگر کس برآمده سخن کردن نمیماند. در همه باره الکی کفا و شفا، کفایه کننده و شفا دهنده سخن میگفتند. این از چی میشه؟ از علم میشه. بنابراین وقتی که زید ابن ثابت رضی الله عنه از دنیا گذشتند، حضرت ابو هریره رضی الله عنه گریه کردند در سر قبر زید ابن ثابت و گفتند که لقد دفن الناس اليوم علما كثيرا، امروز مردم علم زیاد را دفن کردند. ببینید امروز مردم علم زیاد را برده به خاک دفن کرده آمدند. ولعل الله ان یجعل لنا فی ابن عباس خلفا، و شاید که الله تعالی همین علمی که امروز ما از دست دادیم در ابن عباس برای ما خلف دهد، عوض دهد. شاید ابن عباس جای زید ابن ثابت گیرد. گفتم در حقیقت همین خیلی شد. این 3 وسیله های علم را به شما ذکر کردیم. یکی آن همت عالی، از این پیشتر ذکای و زیرکی، از این پیشتر اخلاص.